ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار پنجم. اگرچه اهل مجلس بنابر بسیار شنیدنشان این گونه امر معروف ها را از دام الله امام آنقدر به گفته های وی دقت نکرده دو به دو به چخچخ های گوشکی خود مشغول باشند، هم دو کس گویا همه تنگ گوش گردیده گفته های او را می شنید. یکی از این دو کس مؤذن بود که در پایان خانه دو زانو نشسته و چشمان خود را نیمپوش کرده گویا که یک سازی پر اعتذار را می شنیده باشد، از میان بالای خود را به چپ و راست با یک وضعیت منتظم جنبانیده اظهار محویت می کرد، چنان که بیننده می پنداشت همین زمان وی آب شده بر روی خانه خواهد ریخت. با وجود این مؤذن گاه گاه به خود آمده چشم خود را گشاده پرچه های نان و دانه های مویزی بر روی دسترخوان پاش خورده را به اندازه‌ای که دستش می رسید چیده بر روی مالچه خود می انداخت. دیگری از این دو کس بازار بود که به وی سخنان امام در حقیقت خوب تأثیر کرده بود. بازار هرچند به گپ ارباب گوش داده به گفته زنش در آمده و به وعده های بای تکیه کرده این سال توی کرده باشد، هم از عاقبت این کار می ترسید. به قدری که روزی توی نزدیک آمده خراجات زیاد شدن می گرفت، این ترسی وی هم زیادتر می شد. پس از برآمده رفتن گاوی کاریشان از سابات فلاکت آینده را در پیش چشمش نمایان می دید. سبب این بود که امروز خود را تماما با فکر و اندیشه گذرانیده بود. وقتی که دام الله امام امر معروف نموده به گفته فضیلت های توی سر کرد، بازار از همه خیالات و اندیشه های خود باز آمده خود را خوشبختترین مردم دنیا می شمرد. اندیشه و اندوه های پیشتره خود را وسوسه های شیطانی می پنداشت. اکنون وی گمان می کرد که هر چقدر فقیرتر و نابوده‌تر باشد هم همان قدر از توی بیشتر ثواب و برکت خواهد یافت. دام الله امام این معنی را با آیت و حدیث و با سرگذشت های پیغمبر اثبات کرده بود. بنابراین بازار همه تن چشم شده به امام دوخته و سر تا پا گوش گردیده خود را به طرف وی انداخته بود. در این میان آش تیار شده از راه روی حولی درون آواز تقتقی در برآمد. بازار حضور و حلاوتی را که از شنیدن گفته های امام داشت ناچار پرتافته برای برآوردن آش به حولی درون رفت. یک دو نفر از جوانترین میهمانان برای سفره برآمده به آوردن آش دست به دست کرده یاری دادند. مؤذن طبقهای آش پلو را یک یک گرفته پیش میهمانان 3 کسه مانده بر روی طبق آخرین نانی را پوشانده به گوشه میهمانخانه گذاشت. معلوم بود که این زله خودی مؤذن است. مؤذن به پیش طبق آش دام الله امام رفته دو زانو نشسته گوشت آش او را پاره کرده داد و نانی را که برای پاره کردن گوشت آش دام الله امام بر رویش مخصوصاً از بازار پرسیده گرفته بود، پس از تمام کردن خدمت گوشت پاره کنی آورده بر روی آش بر زیاد گرفته خود نهاد. همه به آشخوری مشغول شدند. در وقت آشخوری کسی دم نمی زد، نطق نمی برآورد. همه همت ها در این صرف می شد که به دهنها لقمه اندازند و ناخواسته فرو برند. خصوصا امام و مؤذن در این پیشه از دیگران پیش دستی می کردند. شکم ها پر شد، دست ها کشیده شد، اما مؤذن هنوز به چیده گرفتن نان پاره و آش های در روی دسترخوان ریخته مشغول بود. یکی از میهمانان که به مؤذن نزدیک نشسته بود صوفی بسیار گرسنه چشم هستی گفته به این کار وی اظهار نارضایی کرد. دام الله امام به گپ همراه شد. ضرر ندارد، در کتاب های لغت صوفی را جاروب دسترخوان میگویند گفته هزل کرد و پس از آن وضعیت خود را جدی کرده علاوه نمود.
در کتاب‌ها دانه‌های برنج و نان‌ریزه‌های از روی دسترخوان چیده خورده شده مهر خورهای جنت میشوند گفتند. با شنیدن این سخن دامالله دیگران هم از روی دسترخوان یک دو دانگی برنج چیده خورده برای مهر حورهای جنت مبلغ ذخیره کردند. اکنون همه از چیزخوری آرام گرفته بودند. بازار که در وقت آشخوری در بیرونی مهمانخانه ایستاده بود، درون در آمده دو زانو زده نشست. امام و دیگران دست برداشته فاتحه خواندند. پس از دستها را برو کشیدن مهمانان، بازار به پا راست شده تعظیم کرده. خوش آمدن گفت. مهمانان با سرجنبانی به وی جواب دادند. دسترخوان آم داشته شد. چایهای تازه آمد. مهمانان به چای کشیدن و نوشیدن مشغول شدند. یعقوب بای به ارباب نگاه کرده. آقسقال گپ زن. چگونه ضیافت بود؟ گفته گویا مجلسی کینگاش را گشاد. ارباب: دادر ما بازار دستی پسرش را حلال کردنی شده است. بنابراین کلان و خرد را تصدیه داده به اینجا آورده است که از شما مصلحت و کینگاش پرسد. بای: بسیار خوب، خدا مبارک خیر گرداند. توی بازار بای توی خودم است. هر کداممان میان بسه خدمت میکنیم. به بازار نگاه کرده. توی را به چی ترتیب کردنی شدی؟ گفت بای. بازار: چنوی که کلان و خرد صلاح بینند به همان ترتیب می شود. من به پیش شمایان نه توی دارم نه فرزند. بسیار خوب، اینطور باشد همتت را بلند گیر. از خراجات نترس. هر کمی و کمبودی که داشته باشی ما به یاری دادن حاضریم. آشخور، آبخوری اطراف را همگی خبر کن. یک دیگ آش زیادتر رود میلش رود، لیکن آبروی از دست نرود. در اطراف اگر یک آب گرم کنند قشلاق ما را خبر میکنند. در قشلاق ما هم توی شود آنها را خبر نکرده گذرانیده نمیتوانیم. باز میگویم که از خراجات نترس. توی خزینه خداست، خودش میرساند. از پایان مهمانخانه یکی از جوانتران: امکی بای، غمی خودتان را میخورید، ما را یاد نمی کنید. ما امسال به نیتی توی یک بازار هر اسب را 2 ماه بسته یک سنگی جو داده پروا کردیم. اگر یک بازار بوز ندهد همه مهنت های ما برابس می رود. بای، این را گفتن در کار نیست. هر کس می داند که توی بی بوزکشی و کوبکاری نمی شود. شما هم به حال بازار نگاه کرده کمی و را به جای پر بینید. یک گوساله و 5 سر بوز دهد بس و زیادتی. ارباب: بازار اینان اختیار خود را به دست ما داد. اکنون من میشوم، بای میشوند، یک کاری 4 کس میدیدگی میکنیم. بوزکشی میگویید، بعضی میگویید، هرچی میگویید گویید. موافقی عرف و رسم کردن میگیریم. بای همت کرده چیزهای در کاری را داده ایستند. خودی من همه رسم و تعامل را خوب میدانم. بازار شد میان بسته مهمانان را خوش آمدید، خوش رفتید گفته ایستد کفایه. دیگر غم خوردنش در کار نی. به امام نگاه کرده. تقصیر یک دعا کنید. شب رفت. امام دست برداشته دعای دور و درازی خواند. دیگران آمین آمین گفته ایستادند. دستها بر رو کشیده شده مهمانان برای رفتن جنبش کردند. ارباب با دست خود اشارت یک دم نشینید را داد. بازار بر روی لعلی 4 دانه جامه مانده آورد. مؤذن با اشارت بازار یک جامه حصاری نیم شاهی را به امام، یک جامه حصاری ابر را به بای، یک جامه دیگر را به ارباب پوشاند. بر روی لعلی یک جامه کلابی رسمانی ماند که خودی بازار گرفته با مؤذن پوشاند. از مهمانان صدای مبارک شود مبارک شود بلند شد. امام باز فاتحه خواند. مهمانان یکی از پس دیگری از خانه برآمدن گرفتند. بازار به تک دروازه ایستاده هر کدام را خوش آمدید گویان با عزت و احترام ازاد کرد. شب خیلی تاریک شده بود. در این شب تاریک بازار با زن خود در حولی که هنوز توی سر نشده نیمتارات شده بود تنها ماندند.
فصل 18. در سری کوچه. زفر، چطور شد که باز به سری کوچه بر آمدی؟ زفر که پشت به دیوار داده سری دو پا در پیش دروازه بای نشسته بود جواب داد: خوجه این در خانه نیست، کمتر دیلم کشاده شود گفته اینجا بر آمده نشستم. خوجه اینی من هم نیست، همه اینها امشب به حولی بازار رفتند، گویان قربان هم آمده به پهلوی زفر نشست و سلام علیکم گفته با خوردی کرد. هنوز اینها پرسجوی خود را تمام نکرده بودند که سیومی چهارمی آمده در سری راه گویا یک مجلس برپا شد. کسی که از همه پستر آمده بود: همه تان امشب خانه را بی مادرشو یافته مانندی مرغی از کتل خلاص شده بیرون بر آمده تا نه؟ گفته شوخی کرد. زفر گفت: خوجه این با ارباب یک شده برای سوختن خانه بازار تیاری دیده گشته بودند. امشب همین کار سر شد. بازار چند وقت باز خودش را گم کرده است. دیگری گفت: امروز به پیش بای، فردا به پیش آقسقال و امام، همیشه پیش کلام پایان نشست و برخاست کرده گشته است. زفر گفت: بازار نادان بای باشد پارسال از سله حلوا ساخته دهنی وی را شیرین کرده یک قسمی زمینهایش را حاصلگرو کرده گرفت. دید که بازار با این قدر به زمین افتاده نماند و به خدمتی دری خانهش محتاج نشد. امسال میخواهد کاری وی را تمام کند و دست و پای وی را از زمین و آسمان کنده غلام حلقه برگوشی خود گرداند. من پارسال نیرنگ های بای را به بازار فهمانده پیش آمدش را به وی خبر داده بودم، لیکن وی گپی ارباب را از گپی من اولا دانسته به مصلحت وی در آمده زمین هایش را به گرو داد. این سال باز با مصلحت وی توی کرده نشد. در حقیقت گفت قربان خودی بازار احمق بوده است و یک سال باز بای شناس و آقسقال شناس شده هر کارش را با آنها مصلحت می کند. کدام بای تن یک کمبغل را پوشانده بود که یعقوب بای کند؟ خوجه این من هم همین تر می خواهد که همه فقیران به وی خدمتگار باشند، نان نگفته آش نگفته کاری وی را کنند. این بای ها ما کمبغلان را یک مالی برای خدمت خودشان آفریده شده گمان می کنند. دیگری گفت: برادر، آب از بالا لای. حاکمان مملکت هم طرفی بایان را می گیرند. اگر در میان یک بای و یک فقیر جنجال افتد، بایان همگی یک زبان شده ارباب را پیش انداخته پیش حاکم و قاضی رفته خانه فقیر را می سوزند. ما بیچارگان به پیش اینها دهان گشاده نمی توانیم. حاکم هم طرف اینها، قاضی هم طرف اینها، رئیس هم طرف اینها، حتی امیر هم طرف اینها هست. وقتی که نیاز شاه زمین های مرا با خطهای تلبیس از دستم گرفت، قاضی نماند، رئیس نماند، حاکم نماند. همه را دیدم و به همه عرض و داد کردم. همه شان مرا زده پیش کردند. لیکن امروز پیش کنم، فردا باز رفتم، باز داد گفتم. عاقبت یک سال باشی حاکم گفت که اگر پی بیچارگی خود نرفته هر روز حاکم ها را تنگ کرده گردی، تو را گشنه پرزور گفته به زندان بندی می کنم. بعد از آن فهمیدم که همه اینها روی راست طرفی بای را می گرفتند. دودم به دماغم زد. چارق دریدم را به پا کرده پای پیاده بخارا رفته به امیر عرض کردم. امیر یک مبارک نامه داد. خواننده دیدم که به حاکم نوشته است: اشور نام از فقرایان قراتیگین به دربار عالی آمده عرض کرد که نیازشاه زمینهای مرا از دستم بازوری گرفت. حاکم ولایت عرض مرا نمی پرسد گفته اعادت نامه طلب کرد. بینید اگر در واقع چنین باشد زمینهایش را به خودش گرفته دهید و اگر موافق شرع شریف جنجال را قطع نمایید. اشور یک آه کشیده به سخن خود علاوه کرد: ببینید من از دست حاکم رفته عرض کردم، باز کاری مرا به خود حاکم حواله کرده است. اگر من آن مبارک نامه را به حاکم برده می دادم، مرا نکشد هم از کشتن بدتر می کرد. حتی مبارک نامه را به حاکم نداده به غرم می رفتم.
تو از دست حاکم این ولایت شکایت کرده ای، گفته یگان جزا میداد. بنابراین ترک وطن کرده اینجا ماندم. امروز میبینید که چوپانی هر کس را کرده عمر به سر میبرم. معلوم است که زوفر گفت امیر هم طرف این هاست. در این حال چاره ما فقیران چیست؟ چاره ما به قدر امکان خود را اصیله و نیرنگ اینها نگاه داشتن و هیچ نباشد به اختیار خود را به دام اینها نانداختن است. اگر بازار عقل می داشت توی میکنم گفته این بلاخوران را به خانه خود غنداشته مصلحت کرده نمی گشت. کدام وقت گرگ به گوسفند، شغال به مرغ، گربه به موش مصلحتی خوب داده است که اینها به بازار دهند؟ بازار پیشتر یک دهقان به خودش آسوده باشد هم حالا به شرافتی بای کمبغل و افتاده شده مانده است. اگر وی عقل می داشت با من و تو بر این کمبغلان مصلحت می کرد. عزیزان کند هر جنس به هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز گفتند. ای زوفر، تو هنوز ساده بودی. دیگری گفت تا وقتی که بازار در بساطش کم و بیش چیز دارد فیرا نمیمانند، توی میکنانند، معرکه میکنانند، هر کار میکنانند که بود و نابودش را از دستش بوده مانند من تو پای بره نکرده به در خانه خود میشنانند. اگر به گفته آنها ندرآید و سرش چند جنجال دیگر میبرارند، به خازی خانهش میکشند، از قشلاقش رانده میکنند، رد معرکه رد مردمش میکنند. وقتی که حاکم های مملکت هم طرف اینها باشند از دست ما بیچارگان چی می آید؟ بنابراین امروز گذرد فردا خدا پادشاست گفته به گفته همین ها در آمده رفتن می گیریم. قربان گفت این بای ها را که می بینیم هیچ کدامشان از گوری پدرشان این همه ملک و اسباب را گرفته نیاوردند. هر کدام اینها با حیله و نیرنگ زمین، اسباب و گاوی کاری من و تو بر این بیچارگان را به دست در آوردند. پس از آن که آنها را محتاج خود کردند به حساب هیچشان کار فرموده دولت غنداشتند. هر قدر که مالشان زیاد شده است همان قدر هم زیادتر آدم کار فرموده زیادتر زمین را به دست در آوردند. اگر تگی کار را درستتر کافته بینیم میدانیم که همه اسباب، همه مال و ملک اینها از ماست و از مهنتی ماست. همین قدرش هست که ما نادانتر اینها داناتر، یعنی ما ساده‌تر اینها فریبگرترند. بنابراین از یک طرف از سادگی ما، از طرف دیگر از بی‌قوتی ما فایده برده همه چیزهای ما را به دست خود در آورده بر بالای این ما را مانند یک حیوان بی زبان کرده به کار فرمودن ما هم دست یافتند. حالا که در مقابل اینها هیچ کار از دست ما نمی آید اینها را به خود صاحب مصلحت قرار داده از اینها چشم نیکی امید نکنیم. عیب بازار در اینجاست که از اینها امید نیکی کرده به خود صاحب مصلحت قرار داده است. چرا یک بار با من و تو مصلحت نمی کند؟ زوفر خوب گفت که کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. در این وقت زوفر از دور سیاهی یک گروه مردمی را که به طرف خودشان می آمدن دیده گفت کبوتران گریزید که کلخاتان آمدند. دیگران هم به طرف اشارت کرده زوفر نگاه کرده دیدند که کلان شوندگان از طرف خانه بازار می آیند. همه از جایهای خود خیسته به باشگاه های خود شتافتند. فصل 19 خط شرعی. توی گذشت لیکن برابر گذشتن توی به خانه بازار عزا، ماتم و مصیبت آمد. یعقوب بای و ارباب سر شده توی را با طرزی که به خیال بازار هیچ نمی گذشت اسرافکارانه گذرانیدند. بر بالای این هر چیزی که از طرف بای به توی صرف شد نرخ و بهای آن به انصاف خودی بای حواله شد که این هم سبب زیادتی خرج گردید. هنوز دیگ‌های توی را نکنده و آتشدان‌هایش را نگرانیده بای حساب و کتاب را در میان آورد. حسابی کرده دیدند که به توی غیر از چیزهایی که از بساط خودی بازار سر شده است
تا مال جاندار و پول نقده از بای 500 تنگه رفته است. بای به بازار گفت: دادر، هر چی باشد به خوشی و خرسندی تویت را گذرانیدیم. اگرچه از من به توی تو همین قدر مبلغ سر شده باشد هم ضرر ندارد. مال پسند نیست، دنیا گذران است، تنها سلامتی یکدیگر در کار است. لیکن اختیار سلامتی و تندرستی به دست آدم نیست. ما و تو امروز هستیم، فردا نیستیم. بنده مومن همیشه باید به مردن حاضر باشد. مرگ به آدمی از رگ گردنش هم نزدیکتر است. انا برای چنین روزهای ناآمد باید آدمی همیشه کارهای خود را به شریعت آراسته کند. سالی گذشته تو از من 250 تنگه قرضدار شده بودی. به نیت توی حاصلی وعده شده را هم به من داده نتوانستی. این هم از 250 تنگه زیادتر می شود. خب زیادتیش را تویانه بیان بخشیم. قرض کهنت 500 تنگه می شود. به بالای این قرض 90 را ضم کنیم، همگی می شود مبلغ 1000 تنگه. این مبلغ خیلی کلان است. به بدل این مبلغ زمینهایت را به من خط شرعی کرده دادنت در کار است. به خودت معلوم است که من یک آدمی بازاریم، بزازی دارم، قرض و قباله دارم، داد و معامله دارم. بنابراین یک مبلغ کلان را به حاصلگرو کرده گرفتن زمین که حاصل دادن آن وابسته به تالی است بند کرده نمیتوانم. از این جهت لازم آید که پول قرضداری تو را با فایده معین گردانیم. البته من فایده خور نیستم و حرام بودن فایده را هم خوب میدانم. بیچاره و ناتوان شده ماندن تو را هم میدانم. بنابراین به این پول مانند سودخوران مقرری فایده زیاد نمیمانم. تنها ماهی به هر یک تلا نیم تنگه، به 100 تنگه 2.5 تنگه و به 1000 تنگه 25 تنگه فایده دادنی شوی بس و زیادتی است. برای خلاص شدن از گناه رباخوری زمینت را خط شرعی کرده باز به خودت هر ماه به 25 تنگه اجاره میمانم. البته تو این قدر پول را از کجا یافته میدهم گفته میترسی، لیکن ترسیدن در کار نیست. اگر تو توانی در زمینهای خودت محنت کرده به من جواب میگویی. اگر این را نتوانی به خانه خودم آمده کار کردن میگیری. البته زمین تو را هم بیکار نمیمانیم، از وی هم چیزی رویت به حساب قرض شکستن میگیری. بازار با شنیدن این تکلیفی بای خواب بود، بیدار شد، مست بود، هوشیار شد و فرق سرش یله شده. اکنون دانست که آن همه دلسوزی های بای و دلالت های ارباب به توی کردن برای چی بوده است. چشمش سیاه رفت. زمین و آسمان به نظرش تیره و تاریک می نمود. هرچند فکر می کرد برای خلاصی از این دام چاره نمی یافت. همین قدر گفت که شما گفته بودید تویت را کن. من هر چی که از دستم می آید یارمندی می کنم. مگر یارمندیتان همین است که در پی از دستم ربودن یک پارچه زمین آبادم و غلام کردن خودم می افتید؟ ارباب به گپ همراه شده. بازار، تو بچه ها بر این گپ میزنی؟ در کجا دیدی که کس از برای توی پسری کسی 1000 تنگه برآورده دهد؟ باز این مبلغ را بی خط و چک و بی فایده ماند. یارمندی بای به تو همین شد که تو بدل یگان سودخور نرفته، رنگت را زر نکرده، هر چیزی که برای تو در کار شد مثل مالی خودت از خانه بای آوردی، خرج کردی، توی کردی، تماشا کردی. یارمندی کس به یک کس همین دیه. اگر تو گمان کرده باشی که بای 1000 تنگش را برای تو میبخشد، بسیار غلط کرده بودی. این یک کاری در دنیا ناشدنی است. بازار، من بای پولش را به من بخشد نگفتم، لیکن هر ماه 25 تنگه فایده که سالی 300 تنگه می شود ناانصافی است.
بای کلمه ناانصافی را شنیده یک بار شوریده گفت: عیب به خودی من است. از اولی عالم تا به این دم از آدم به حاتم به نیکی بدی و به خدمت تهمت شده آمده است. من همین را دانسته ایستاده که به تو نیکی کنم، از طرف تو نامی ناانصاف را برداشتم. در حق من کم است. خب بیا حالا هم به تو انصاف کنم. 500 تنگه را که به توی صرف شده است حاضر به من افتادی. من قرض کهنت را بیفایده بی چیز تا 1 سال دیگر به تو میمانم. البته بازار در این وقت 500 تنگه اون طرف ایستد، 500 پول سیاه هم یافته داده نمیتوانست. ناچار پسی سرخاران به شرطهای بای راضی شد. روز دیگر نایب قاضی را آورده به این مضمون وثیقه نویساندند: در تاریخ شهر سفر خاتمه بالخیر و ظفر سنه 1318 بود که بازاربای میان قد، سیاه ریش، گندمگون، میش چشم ولد عوض مراد به دارالقضای ولایت کولاب حاضر آمده اقرار صحیح معتبر شرعی نمود. حال و جواز اقراری شرعاً به این وجه که من موقر فروختم به بیع جایز شرعی به یعقوب بای ولد یونس بای همگی و تمام اسکنه 10 تنام زمینی مملکت سلطانی حق و ملک خودم را که واقع است در موضع کنگورد از ولایت کولاب غربم پیوسته است به زمین مقرونله مذکور شمالا در غرب شرعاً پیوسته است، براه عام جنوبم به کولی نیزار ففالیسی فیلکل معلوم است به مبلغ 1000 تنگه رایجه مضروب به ضرب بخارای شریف صانح الله معه و الیها عن الآفات و البلیات و نیز قرار نمود موقری مذکور که زمینی محدودی در فوق را و مقرونله مذکور به گذشتن هر ماه کامل قمری به بدل 25 تنگه به اجاره گرفتم و اگر بدل اجاره را در سری وعده ادا کرده نتوانم به میکرونهر مذکور خدمت می نمایم بلا غبنین ولا غرورین ولا شرط فاسدین و کنازالک بمحضرین من المسلمین حضار مجلس ملا محمد سلیم ارباب روزی ابوالقیوم و غیرهم. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 5 داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده را شنیدید. راوی هنرمند حبیب الله عبدالرزاقов.